اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت دوستان عزیز. مجتبی بستانی هستم در خدمت شما عزیزان. و این سوره حمد را که شنیدید، این یکی از اساس‌ترین سوره قرآن کریم است که نخستین سوره قرآن می باشد و نخستین سوره کاملی است که بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نازل شده است. خب در این ویدیو از خواص، فواید و فضیلت این سوره خواهیم گفت. و قبل از اینکه به فواید و فضیلت این سوره بگوییم، لطفاً چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله را فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی را به خبر نباشید. خب معنای این سوره چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ستایش مخصوص خدایی است که رب تمام جهانیان است. ستایش مخصوص خدایی است که پروردگار تمام جهانیان است. الرحمن الرحیم، بخشنده و مهربان است. مالک یوم الدین، مالک روز جزاست. مالک روز جزاست. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم و تنها از تو کمک میخواهیم. اهدنا الصراط المستقیم، پروردگارا ما را هدایت کن در راه راست، ما را هدایت کن در راه مستقیم. صراط الذین انعمت علیهم، در راه کسانی که بر آنها نعمت دادی، در راه کسانی که در رحمت تو قرار دارند. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه در راه کسانی که در غضب تو قرار دارند و از گمراهانند. معنای این سوره این بود و فواید و فضیلت این سوره باعث شد که بیش از 20 نام به این سوره گفته شود. مشهورترینش حمد، سبع المثانی، کنز، اساس، مناجات، دعا، شفا، وافیه، کافیه، راقیه می باشد. این سوره 7 آیه دارد و 29 تا کلمات، 143 تا حروف دارد. فواید و فضیلت آن: عدم نزول این سوره، عدم نزول عذاب بر امت اسلام خواهد شد. این سوره در نمازهای واجب و مستحب خوانده میشه و پس از نمازهای واجب و مستحب بر بالین بیمار و گذاشتن مرده در قبر خواندنش مستحب است. برای خواص و فضیلت این سوره: برای زیادی نور چشم، رفع تب، گشایش رزق روزی و برای سستی و تنبلی نیز سفارش شده است. این سوره روایت داریم از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که هر کسی که قبل از اینکه به خانه خود داخل شده سوره حمد را با قرائت، با توجه، با معنا و مفهومش تلاوت کنه، خداوند فقر از زندگیش دور مونه و آنقدر بهش روزی بده که به همسایگانش حتی هم برسه. از امام صادق علیه السلام هم در این سوره حمد نیز روایت شده که هر کسی این سوره حمد را بخواند در خانه قرائت کند، با معنا و مفهومش خداوند با عنایت الهی درای خیر دنیا بر رویش باز میشه. و این 7 آیه دارد و در یکی از روایت های هم گفته شده که از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم روایت شده که گفته هر سوره حمد را در یک کف میزان قرار بدیم و سوره های قرآن کریم را در دیگر کفه میزان قرار بدیم. سوره حمد 7 برابر سنگین تر از سوره های قرآن کریم است و قبل از خوابیدن در بستر بخوانید هم خداوند ملائکات را به امان و نگهداری شما میفرستد
و امیدوار هستم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیوهای بعدی ما را همراهی کنید و تا ویدیوهای بعدی خدا یار و نگهدار